چطوری زانوهای ضد گلوله و ضد دردی بسازیم بدون هیچ وسیله. عضله تیبیالیس ضعیف مساوی با زانوی ضعیفه. تنها چیزی که نیاز داریم یه دیواره، باسن رو تکیه میدیم بهش، بالا تنه جلو، پنجه پا رو به سمت ساق پا میکشیم. 20 تکرار این تمرین رو انجام میدیم. تمرین دوم، دوباره با دیوار، دست‌ها رو روی دیوار میذاریم، زانوها رو به سمت جلو هدایت میکنیم بدون اینکه پاشنه از روی زمین جدا بشه. یه پامو میذارم پشت پای دیگه و بالا میرم. کامل دامن حرکتی رو رعایت میکنم و این تمرین 20 تکرار انجام میدم. تحقیقات نشون داده مچ پای قوی از آسیب زانو جلوگیری میکنه. برای تمرین سوم روی انعطاف عضلات همسترینگ کار میکنیم. مچ پا رو میگیریم، زانوها کامل خم و یکی یکی پاها رو صاف میکنیم. این تمرین رو حداقل 30 تکرار برای هر پا انجام بده. همسترینگ منعطف باعث میشه فشار از روی مفصل زانوی تو برداشته بشه. راستی این تمرین رو یه ماه انجام بده، اون موقع است که زانوات ازت تشکر میکنه. راستی پیج منو فالو داشته باش چون توش پر از مطالبی که به درد سلامت و تناسب اندامت میخوره.